ندامت در برابر گناهان سابقی خود بکنه، الله متعال اتمن توبش میپذیره. والذین لا یشهدون الزور، عباد الرحمن کسانی است که شاهدی نمیده به دروغ، به امر باطل. دوم مانا والذین، و کسانی که لا یشهدون حاضر نمیشن الزور در مجالس باطل، در کاری غلط و باطل، در کاری دروغ. این معنا خیلی راجح است، چرا که شاهدی دادن به دروغ هم دی داخل میشه. در یک مجلسی که او باطل، زور باطل میگه، چیزی نادرست و باطل و زشته، در او طور جای حاضر نمیشه. از او خاطر در اینجا یعنی در مجالس شرک، بدعت، فسق، فجور بگه دیگه تو چیسته جشنای کفار، کسایی که جشنا میکنه، امی قسم در عرصا و میلادای مردم که از به بدعت او را برپا کرده، در اوجا نمیره. در میله ها و سینماها و کانسردا و بگه در مجالس رقص و غنا و بازی و اختلاط مرد و زن و دروغ و غیبت، کلی ازی شامل میشه. یعنی در هر مجالسی که امر باطل میگیرد، در اونجا حاضر نمیشه که حاضر نشوه. شایدی به دروغ هم نمیده، دروغ هم نمیگه. اینی چی هست؟ عباد الرحمن صفتش هست. پس زور هر امر باطل، چی از نگاه عقیدت، چی از نگاه عمل، چی از نگاه اخلاق باشه، هر امر باطل در مجلس و در مجمعش قطعا حاضر نمیشی. این عباد الرحمن است. ملاها و علمایی که در مجالس بدعت شرکت میکنه میروند، عباد الرحمن خودت لقب داده نمیتونه، نسبت داده نمیتونه خود عباد الرحمن. چرا؟ الله گفته که در اون مجالس حضور پیدا نکن. و اذا مروا باللغو، ایره خود چی میکنی؟ حاضر خو نمیشه. اگر ناگهان در کدام جای سر میخوره، وقتی که تیر میشن باللغو به مجالس بیهوده که او فایده نداره، لغو او را میگه که هیچ ثمره و فایده چیسته مهم نداشته باشه، او را لغو میگه. اگر در این طور مجالس یک دفعه سر میخوره، مرو کراما، میروند کراما به روش کریمانه، روش کریمانه میروز. یا یعنی وقتی تیر شدن هم طرفی از این سعی نمیکنه. قطعا در اینجا برای ما میگه که یا سری لغو تیر میشه، کراما میره، یعنی با شرافت و با سنجیدگی کامل میبینه که چی بکنم، چه قسمی مردم ترک بکنم. خیلی ای طور اساسیت هم نشان نده، تو را در ختم طلب کرده، آستاده گوشش بگو که مرا دوست میدانی یعنی دشمن برات میگه دوست. مرا به دوستی طلب کرده، ای به گناه یعنی که به ثواب میگه به ثواب. بگو به نزد من ای گناه است، از امو خاطر خفه نشو از پیشید. السلام علیکم و رحمت الله، پلوای ختمی تا خودت بخو، خودت بخو، مس پیشید رفتم، الله برات اجر بده. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، عباد الرحمن کسانی است زمانی که نصیحت برشان داده میشه با آیاتهای پروردگارشان که کلام الله متعال است، چطور مردم است؟ لم یخروا علیها، نمیفتن بالایشان، صما به طور کر و عمیانا کر، که به حقیقتش پی نبره و معلوم نکنه مزایا و مطالب از او را، فقط همیطور گنگ و توتیواره تلفظ کده میروه. آیات الله را که میشنوه حقیقت طلب میشه، در دنبال ازی میشه که آیت چه محتوا و مضمون و مطلب داره، چه قسم سریزی عمل میتونم در زندگی خود. حاصل تمام صفات امی حسنه چیست؟ بگوی شنیدن کلام الله متعال، کل صفات حسنه زمانی بر انسان میاد که تو کلام الله متعال چی بشنوی او توبه کامل به سوی الله متعال بکنی. بعد از او تدبر در آیات الله، در احکام الله، در بیانات و دلایل الله متعال که در قرآن ذکر میکنه، مکمل تفکر بکنی. حالی باز چی میگه؟ والذین یقولون ربنا هب لنا، و کسایی که میگوین ای پروردگار، یعنی بر علاوه که خود اصلاح کرده، خود خیلی پابند دین است، تمام خواستهای خود پایمال کرده، به یک الله و شریعت خود تسلیم کرده، تنها خود خوش نداره بلکه اهل و خانواده خودم یقولون میگه ربنا ای پروردگار هب لنا، بر ما بخشش کو، من ازواجنا، از او سیاسرا و از او جفت و جوره که، و ذریاتنا، اولادایی که. اینجا مردا اگر دعا میکنه، اگر زنا دعا میکنه، مراد از ازواجنا همسراست، و ذریاتنا، اولادا قرة اعین، که سببی سردی چشم ما شوه، در اصطلاح مکی ما سببی روشنی چشم ما شوه. ما شما یکی دیگر چی میگیم؟ چشم روشن.
یعنی سبب خوشحالی شوه. و جعلنا للمتقین اماما، یا الله ما را بگردان برای متقین امام. متقین دعا به خود کده، دعا به اولادا کده که یا الله اولادی مرا متقی بگردان که ما پیشوا باشم. اولاد نیک شوه، اولاد که نیک شوه، وارا متقی بگردان که مخ امام ازوا پدر خواستم دیگه، مادر خواستم امام ازوا باشم، پس کلگی متقی باشه. الله اکبر. از اینجا بر ما واضح میشه که شخص مؤمن به دیدن اولاد خود وقتی که در کارهای دین باشه بسیار خوش شوه، بسیار شکر الله متعال بکشه. چرا که الله دعایش قبول کرده. خوشبختترین انسان است که اولادش نیک باشه، اولادش یقینا متقی باشد، صفت تقوا را داشته باشد. اما عصر دنیای طور شده، زمانی که دختر و بچه طرف قرآن کریم میره، او پدرش قدر سرش قار و غضب میکنه که هیچ پرسان نکو، و دیگه که میره قمار میزنه بگاه، از پیسه قمار برش چیسته، یک دانه هم میاره اینقدر خوش است، به مزه میخوره، پرسان نمیکنه که بچیم تو کار نداشتی، از کجا کردی؟ از کجا کردی؟ که صبورا واره جیبا را زده را ایسته بگاه، باز بر چیز فراوان برش میاره. یک روز نگفت که بچه میر از کجا کردی؟ بچه دیگهش که یک درو قطیو برادرم جنگ داره کی کار نکو غلط است. الله اکبر. یک برادر آمده بود در دکان شریک بودن، پرزه فروشی داشتن. خوب او میگفت که بیادر این را به نام ژاپنی چرا میفروشی؟ او میگفت که کاری نداشته باش، تو را کاری نیست. مرا گفت مولوی صاحب چطور کنم؟ من گفتم حقی تا جدا کن. زمانی که گپی تو را قبول نداره زندگی تا جدا کن، ولو که تو رو به مشکلات زندگی میشی، اما خوب است که بسیار در حالت فقر زندگی بکنی، حلال بخوری. نه نعوذ بالله او کشوفش زیاد داشته باشی لیکن رزقت حرام باشه. باز پرسان کردم که پدر زنده است؟ گفت بله. پدر چی میگه؟ گفت بدترین بچه ما هستم به خاطر از اینکه من این انتقادا را دارم، و خوبترین بچه او بچه است که این کارا را میکنه. این عصر همونطور عصر است. قدرت الله دختره کش میاد ترجمه قرآن کریم میگه پای تمیده میکنم که بری، تا این اندازه را که میگه که کاش که من اولاد خود در مدرسه روان نمیکردم. نعوذ بالله. علتش است که قدری نعمتها را نمیدانه و فقط درگیری مادیات دنیا، که دنیا کشوفشش برابر است، آخرت بالکل نمیفهمه که آخرت چطور گپ است. از امو خاطر اولاد که دیدی که متقی است شکر الله را بکش، سخت شکر الله را بکش. از یه برای آدم معلوم میشه که هرگاه تو اولادی تا دیدی اهل و عیالت که نعوذ بالله بدکرداری میکردن، کارهای خراب میکردن و غمگین نشدی، ده ایمانت نقصان است. که اولادت کاری خراب میکرد و تو غمگین نشدی، ده ایمانت نقصان است، بالکل نقصان است. امروز خامو طور است، اولاد ده قصه تو نیسته، برش میگی تو موبایل نگی، اینترنت قطش نگی، تلویزیون نگی، گپی تو فقط یک چیسته بگوی بادی هوا واره، اما طور میروه. علت چیست؟ چرا اینطور است؟ بله به این کتاب الله نه خودی ما نشستیم نه اولاد خدا شاندیم، قدر و قیمت دینه برای از او معرفی نکردیم. همیشه اونمو سریالا را دیده، کلش همو پیشه های این دعا را میکنه، ده پدر و مادر یک دفعه که بیا از سر این طور یک کمکی خم میکنه، برو بخیر دیگه ده قصهش نباش. اونمو کارا را از روز اول تلویزیون مانده بودی، امو رقم تربیت شده، اونمو رقم ده قبراش هم داغ میکنه، ده کلیساها بره اینی کارا را بکنه. اینه کمال ادب و احترامش چی باشه؟ او تعهد داده ای. تعهد به چی داده؟ به حرام یا به حلال؟ به کدامش داده؟ الله رحم بکنه. سخت است. از او خاطر اینجا دعا برای اولاد است که مرا برای چیسته متقین امام بگردان، یعنی اولاد مرا الله تو متقی بساز که من امام شوم. اولئک یجزون الغرفه، مردم پاداش برشان داده میشه. الغرفه امو بالاخانه در جنت. چرا؟ بما صبروا، به سببی که صبر و استقامت اختیار کرد. چرا این کارا را انجام دادن، در سر رساندن، خصوصا در این طور اجتماع بسیار سخت است. بسیار سخت است یا نیست؟ بالکل سخت است. و یلقون فیها تحیتا، روبرو میشوند فیها در جنت نمی غرفه تحیتا است. تحیه عبارت از سلام الله متعال است.
یعنی او پیشکشی هایی که از جانب پادشاه اعلی است که الله متعال است، از او برش داده میشه پیام و سلام برش داده میشه از طرف مؤمنه و ملائک. خالدین فیها، همیشه در دی جنت و در غرفه می باشه. حسنت مستقر و مقام، بهترین قرارگاه و بهترین جای راحت و مقام است، جای اقامت است. قل ما یعبأ بکم ربی، بگوی پیغمبر علیه السلام ما یعبأ بکم ربی، اعتنا و ارزش نمیده به شما ربی پروردگاری ما، لولا دعاؤکم، اگر نمی بود دعوت الله متعال شما را به سوی عبادت و توحید خود، اگر الله متعال شما را دعوت به سوی توحید خود نمی کرد، اجنا و ارزش و چیست اعتنا بری شما نمی کرد، لیکن الله متعال که شما را ارزش داده، به این خاطر داده که شما را دعوت به سوی توحید یک تاپرستی میکنه، پس شما عبادت الله را میکنه، او قدر و قیمت داره. لیکن شما مردم بجای از که دعوت الله را بپذیره، عبادت خاص برای الله بکنید، چی کرده؟ فقط کذبتم، شما تکذیب کرده دعوت انبیاء علیهم السلام، دعوت الله متعال. فسوف یکون لزاما، زود است که باشه عذاب الله لازم امرای شما، جزای تکذیبتان بالکل لازم باشه. یک ترجمه شد. دوم ترجمه، قل بگوی پیامبر علیه السلام ما یعبأ بکم، ارزش قائل نیست، اجنا و مرتبه و ارزش قائل نیست. کی؟ ربکم، بر بالای شما ربی از پروردگاری ما، لولا دعاؤکم، اگر دعای شما نمی باشه، خود دعای شماست که شما ارزش پیدا کرده، هر قدر که شما عاجزی برای الله میکنه، همون قدر مرتبه و مقام شما بالا می روه. لیکن بعضی مردم ها همی مقام و منزلت خود نشناخت. فقط کذبتم، کفار شما تکذیب کرده، شما تکذیب کرده دعوتی چی را؟ امی دعا را از الله طلب نکرده، از او خاطر فسوف یکون لزاما، زود است که باشه عذابی. نه طلب کردن از الله متعال لازم قطعی شما، الله براتون جزا میده. سوم ترجمه، قل بگوی پیامبر علیه السلام ما یعبأ بکم، پروانه داره یا چی پروا داشته باشه الله متعال؟ ما را نافیه و ما را استفهامی هر دو گرفته میتونیم. چی رقم؟ قل ما یعبأ، پروانه داره یا چی پروا داره بکم بالای شما ربی پروردگاری ما، یعنی که هیچ پروانه داره که شما را عذاب کنه، عذاب براتان بده. لولا دعاؤکم، اگر عبادتی شما نباشه برای الله متعال، پس ای مومنان شما عبادت الله را کرده، پس کامیاب شده. لیکن شما کفار فقط کذبتم، شما تکذیب کرده. فسوف یکون لزاما، زود است که باشه امی جزای کفریتان انکاریتان لازمی. دیگه ترجمه، قل بگوی پیامبر علیه السلام ما یعبأ، چی پروانه داره یا چی پروا داشته باشه الله متعال؟ چرا ما یعبأ بکم ربی، چی پروا داره یا چی پروا داشته باشه الله متعال بالای شما، اگر شما را عذاب نکنه، یعنی حتما عذاب میکنه. لولا دعاؤکم، اگر فریاد شما نباشه برای الله تعالی در سختی ها، که در سختی ها شما فریاد به الله میکنه، از او خاطر الله شما را عذاب نمیده. لیکن یک جماعت فقط کذبتم، شما تکذیب کرده، فسوف یکون لزاما، زود است که لازمی باشه جزایتان سرتان آمده رئیس.